سلام. این ابزار رو میشناسین؟ این ابزار یه سوزن نخکن ساده است. یه ابزارک فنری داره، وقتی فشارش میدیم یه قلاب ریز از اینجا میزنه بیرون. بالاش 2 تا سوراخ داره. سوراخی که نزدیک فنره برای ثابت نگه داشتنش. یه پیم اینجا جا بزنین این رو براتون ثابت نگه میداره، قلاب بیرون میمونه تا دستتون آزاد باشه کار انجام بدید. نخواستین هم میتونین با دستتون فشار داده نگهش دارید. سوزن رو از طرف سوراخش توی این سوراخ دومی جا میزنیم. طوری باید جا بزنیم که سوراخ سوزن اینوری باشه. وقتی فنر فشار میدیم این قلاب از توی سوراخ سوزن رد بشه. سوزن رو یک کوچولو بکشیم بیرون که مطمئن بشین این قلاب از توی سوراخ رد شده و سوزن گیر کرده، که از بغلش رد نشده باشه بعد کار هدر نره. نخو حلقه میکنیم و توی این قلاب فلزیه میندازیم، فنر ول میکنیم. به همین راحتی وقتی سوزن رو در بیارید میبینید نخ شده. هر اندازه نخ لازم دارید بکشید و در نهایت قیچیش کنید و کارتون انجام بدید. یه ابزارک ریز دیگه هم پایینش داره اینجا. این دیگه فنری نیست، اینو باید دستی انجام بدید. یه قلاب ریز مثل همون داره، یه شیار هم داره. سوزن رو طوری توی این شیار قرار میدیم که اون قلاب ریزه از وسط سوراخ سوزن رد بشه. سوزن رو اگر به این حالت نگه دارید کار راحت تر میشه. نخ حلقه میکنید، از توی قلاب رد میکنید و سوزن رو میکشید بیرون. به همین راحتی سوزنتون نخ میشه. خوش باشید.